بسیار مثلا همکسبانم رفیقانم اونقدر خوششون نمیآید که ترامپ سر قدرت آمد، اما من بسیار خرسندم. ضد آقای ترامپ بسیار گپ و کلاچه های زیادی هستند، اما من فکر میکنم که آغاز او بسیار کاریرش مثلا پرزیدنتیش خوب شروع نشده باشد، اما امیدوار هستیم که در آینده در آخر او خوب تمام میکند. یعنی که چیزی که گفته بودن که آقای اوباما خوب شروع کرد، مثلا جایزه نوبل را گرفت، اما در آخر اونقدر خوب نبود. پرزیدنتیش بسیار چیزها را گم کرد و همکاری اونم بسیار خوب نبود. فکر میکنم که آقای ترامپ این کارها را اصلاح میکند. هنری کیسینجر را مثلا همچون مشاور میگیرد و میخواهد که او بیشتر کمک در سیاست و مناسبت بین روسیه یا امریکا پیاده سازد. من فکر میکنم که این بسیار خوب است، چون که آقای کیسینجر بسیار سیاستمدار بزرگ هست و او مثلا به خاورمیانه صلح آورده بود. اون صلحی که هیچ کس فکر نمیکرد بین مصر و اسرائیل. برای من فکر میکنم که آقای کیسینجر بسیار سال خورده باید هم باشند، اما یک کمک به سیاست آقای ترامپ میکنه است. یعنی از همین زاویه از شما امیدوار هستید که ترامپ با گرفتن او در تیم خود در مسئله امنیت و بله البته همکاری می شود. من فکر میکنم که مثلا نزاع بین روسیه و امریکا شاید که کمتر شود. حالا میبینیم. ترامپ گفت که من بیشتر به سیاست داخلی خود اهمیت میدهم، نه به دیگر کشورها. یعنی که این هم خوب است، یعنی که نزاع بین دیگر کشورها هم کم شود، این بهتر است. ترامپ بسیار مرد خوب زیرک است و فکر میکنم که اگر ببینید انتخابات خود رو مثلا پیش از هیچ کس باور نداشت که او پرزیدنت می شود، هیچ کس، چون که او پول کمی تقریبا 2 مرتبه از خانم هیلاری کلینتون صرف کرد و اما پیروز یافت. یعنی که او فکر میکنم که منیجر خوب است. یعنی که وقتی که منیجر خوب باشد، یعنی که بهترین متخصصان را پیدا میکند و کوشش میکند که همه مسائلی که هستند آنها را حل کند. یعنی که وقتی که بیزنس یا کارچلانی هست، یعنی که اگر شما نزاع داشته بودید، سازش کرده نتوانید، بیزنس شما پیش نمی رود. اما فکر میکنم که ترامپ با این نایل می شود و موفقیت.